امروز تصمیم دارم آموزش مرغ سوخاری و پیاز سوخاری به آسان‌ترین روش که میتونید توی خونه تهیه کنید آموزش بدم به شما دوستان. و اصلا نیازی نیستش که بخواید برین از بیرون تهیه کنید. پس مواد اولیه برای مرغ سوخاری. مرغ که سعی کنه از مرغای کوچیک نسبتا استفاده کنیم و حتما باید رونا به این شکل جدا شه و سینم به تیک‌های کوچیک‌تر و پوستم روش حتما باید بمونه که این پوست سوخاری میشه و فوق‌العاده خوشمزه میشه. خب پس میشه مرغ به تعداد نفرات. یک پیاز متوسط، زعفران کمی، مخلوطی از آرد سفید و آرد سوخاری، پودر سوخاری که میتونید شما این پودر سوخاری از انواع اقسام پودر استفاده کنید. برای مرغ سوخاری 2 عدد تخم مرغ، نمک، فلفل و پودر سیب. حالا مواد اولیه برای پیاز سوخاری. بازم پیاز به تعداد نفرات که پوست اونو میگیریم و البته من الان خورد نمی کنم، میذارم زمانی که میخوام به صورت مواد و پودر آرد بقلتونم اون موقع خورد میکنم. ضخامتشون 1 سانت تا نهایت 1 سانتی و حلقه میکنید و سعی کنید حلقای پیاز اگر نازکه 2 تا حلقه داخل هم باشه که حین سوخاری کردن و سرخ کردن وانره. تخم مرغ 1 عدد، نمک، فلفل، پودر سیب، مجددا آرد سفید و آرد سوخاری که من اینو مزه دارم کردم، کمی فلفل ریختم و پودر سوخاری. دوستان اگه شما بخواید مخصوصا مرغتون حالت اسپایسی بشه میتونید فلفلش رو بیشتر بریزید، اون کاملا سلیقه‌ایه. میتونید برای گرفتن بوی زخم تخم مرغ برای جفتشون هم از کمی زعفرون استفاده کنید. اگر زعفرون در دسترس ندارید 1 کوچولو زعفرون. خب ببینید دوستان مرغ سوخاری معمولا به 2 طریقه درست میکنن. هم شما میتونید مرغا رو البته حتما داخل یخچال باید خارج کنید و به دمای محیط برسه، هم دما بشه با محیط و کاملا بشوری و این من مرغا رو شستم داخل آتیش گذاشتم و نسبتا خوش شده. هم میتونید شما مرغا رو مرحله آموزش رو بهتون میدم، میتونید به اون شکل درست کنید و اگر حساسی دوست دارید اون بوی زخم مرغ گرفته بشه میتونید مرغا رو داخل یه قابلمه بریزید، 1 لیوان آب بریزید، همین پیاز کوچیکو دارین چارقاش کنید، کمی نمک و 1 کوچولو هم زنجبیل بریزین، 1 رو فقط 1 رو روی حرارت قرار بدید. هم اون هورمونی که داخل مرغ خارج میشه هم نسبتا مرغتون پخته میشه. گذشته از یه حالت منسجمی میشه، زمانی که میخواین سوخاری کنید به هیچ وجه وان نمیره، ولی این کاملا سلیقه‌ایه. اگه مدل من به بوی زخم مرغ خیلی حساسی میتونه از این روش به اصطلاح این روش رو پیاده کنید برای درست کردن مرغ سوخاری. پس من اولین کار چیکار میکنم؟ مرغ داخل یه قابلمه میریزم، داخل یه قابلمه میریزم، 1 لیوانم آب میریزم توش، پیازم چارقاش میکنم. حتما تایم بگیریم 1 رو بیشتر نشه، ما نمیخوایم مرغ بپزه، فقط میخوام یه ذره اون بوی زخمش گرفته شه و از حالت خامی در بیاد. پیازم چارقاش میکنم، میذارم روی حرارت 1 ربع. بعد از 1 ربع از اون حرارت برمیدارم، داخل یه آبکش میریزم. کاملا باید مرغامو خوش بشه که بتونیم اون مراحلی که به آرد و پودر و تخم مرغ بزنیم. پس اولین مرحله میرم مرغو میذارم روی حرارت، دوباره برمیگردم برای ادامه آموزش امروزمون. مرغ 1 رو گذاشتم با یه عدد پیاز و کمی نمک و فلفل، 1 کوچولو زنجبیل، فقط 1 رو. ببینید کاملا 1 رو باعث شد هم مرغمون به اصطلاح هورموناش خارج بشه، هم کمی تغییر بیاره، هم کمی هم بپزه. فقط در حد 1 رو آبشو خارج کردم، داخل آبکش شفتم، یه آب کوچیک روش شفتم و گذاشتم کاملا خوش بشه. خب بریم چیکار میکنیم؟ 2 عدد تخم مرغ برای مرغ سوخاریمون، 1 و 2 عدد تخم مرغ. کاملا تخم مرغ رو با چنگال یا همزن میزنیم تا از اون حالت لختگی خارج بشه. کمی نمک، فلفل، پودر سیر
و هم که زدیم از لحظه خارج شد من یک کوچولو هم زعفرون میزنم. هم رنگ خوش رنگ میشه، هم برای گرفتن روی ذهن مرغ خیلی تاثیر داره. خب میتونه اگر زعفرون در دست سازی یک کوچولو زردچوبه بزن، در این حد کافیه. خب کاملا میزنم تا مرغ از حالت لختگی خارج بشه. خب مخلوطی از آرد سوخاری و آرد سفید داشتیم. آرد سوخاری چون خودش مزه داره من چیزی نمیریزم، ولی اگر شما از آرد سفید خواستین استفاده کنید یا آرد گندم حتما باید کمی با نمک و فلفل و پودر سیر آویشن کاملا سلیقه مزه دارش کنید. و پودر سوخاری که من ترکیب از پودرهای سوخاری مختلف استفاده کردم، پودری که کمی درشت باشه و تقریبا مرغ سوخاریمون همه مرغ سوخاری فسوده بیرون. اول مرحله چیکار کنم؟ مرغ ابتدا داخل آرد سفید می‌قنتونم کاملا همه سمتشو. ببینید همون یه حرارتی که خورده کاملا بافت خودشو حفظ کرده. حالا تخم مرغ و پودر سوخاری کاملا به این شکل 2 دست همه دورش و اطراف بالش رو آغشته میکنم، میقنطونم داخلش. شما هم میتونین بلافاصله سرخ کنین، ولی من نرمال 1.5 ساعت زمان میدم تا کاملا این پودرا و آردا مزهش به خورده مرغمون بره. پس همه تیکای مرغ رو به این شکل سوخاری میکنم، مجددا برمیگردم. اون تیکای مرغ رو به آرد تخم مرغ سپس آرد سوخاری آغشته کردم. گفتم بهتون اگر تایم دارین 1 رو تا نیم ساعت بذارید تا کاملا مواد خورده هم بره و خوشمزه تر شه. اگر نه که میتونید به همین شکل بلافاصله سرخ کنید. حالا برای پیاز سوخاری. پیاز سوخاری هم یک از فصل‌های فوق‌العاده خوشمزه و ارزان و قابل دسترسی، یعنی شما بخواید تو خونه درست کنی هزینه براتون نداره چون تمام موادش تو خونه است. ببینید اگر تیکای پیازتون گفتم 1 سانت 1 سانت و نیم، اگر پیازتون نازک بود میتونید 2 حلقه پیاز داخل هم قرار بده. اگر نه به این شکل، من پیازم چون خیلی نازک نیست 1 حلقه کافیه. همه رو دونه دونه حلقه ها رو باز میکنید. به حواستون باشه به هیچ وجه ترک بر نداره. یه ذره حوصله به خرج بدید. این میانش هم نیازی نیستش. خب داخل یه کاسه یا پیاله تخم مرغ، کمی زعفرون، نبود زردچوبه، نمک، فلفل میزنید تا کاملا یه دست بشه. روالکان مثل روالکان مرغ سوخاری یا سوخاری دیگه است. حالا ببینید من اینجا 2 نوع سوخاری داشتم که ترکیب سوخاری‌های مختلف بود. حالا از تنها پودر سوخاری تنها هم استفاده میکنم. 2 حالت رو آموزش میدم. ابتدا چیکار میکنم؟ آرد سوخاری، تخم مرغ و داخل پودر. حالا اگر میخواین من اینو یه ذره داخل پودر میذارم تا کاملا جذب بشه. حالا اگر میخواین یه ذره هجین تر بشه و بیشتر مواد رو به خودش بگیره میتونید چیکار کنید؟ تخم مرغ، آرد سفید، توجه کن حلقه داخل حلقه هم کاملا آردی بشه. مجددا تخم مرغ و پودر سوخاری. به این شکل هم مقدار بیشتر آرد به خودش میگیره، هم کاملا مثل پیاز سوخاری بیرون میشه. به این شکل فقط توی حلقه هم کاملا پر کنید.
این شکل. من دو حالت هم درست کردم تا ببینی میذارم که حالا بعد از که همه پیاز سوخاری من آماده کردم مجددا برمیگردم. بعد از که تمام مرغ رو سوخاری کردم نیم ساعت هم استراحت دادم، تقریبا باید این مرغ سوخاری داخل روغنه که شناوری سرخ کنیم. زمان نهایت نیم ساعت. مرغا رو میچم داخل یه قابلمه، میذارم یه طرفش سرخ شه، بعد برمیگردم. تمام اطراف مرغای سوخاری هم باید حتما سرخ بشه، پس حواستون به تایمتون باشه. نهایت نیم ساعت و بستگی به ریز و درشتی مرغتون داره. بعد از که تمام قسمت های مرغمون سرخ شد به این شکل برمیداریم و من بعد از این پیازا رو میندازم. پیازا رو وقتی انداختید تایم خیلی کمی میخواد برای سرخ شدن، به همدلیل حتما بالا سر ظرفتون باشین، حواستون باشه تا پیازاتون خیلی حالت سرخ شده نشه، چون خیلی هم سرخ بشه سفت میشه. پیازای سوخاری هم داخل روغن داغ قرار میدم، جفت طرفشون سرخ بشه کاملا. خیلی تایم کمی میخواد برای سرخ شدن و از داخل قابلمه خارج میکنم. آموزش امروز مرغ سوخاری و پیاز سوخاری.